یه ضربه محکم رو مشاهده میکنیم. این یک زندگی پر از رنج و پر از تنشه که واقعا تحمل کردنش خیلی سخت و طاقت فرساست. میبینید که ضربای پیاپی با هم دیگه چقدر میتونن رنج آور باشند و این قضیه باعث میشه که چقدر این زندگی پر از رنج باشه. دعواهای پیاپی، زندگی پرتشنج، این یک زندگیه که واقعا هیچ جایی برای امید باقی نمیذاره. میبینید که چطوری با هم دیگه درگیرن و این درگیری ها چطوری ادامه پیدا میکنه. یک نیسان رو میبینید که داره گوسفندها رو پیاده میکنه. مرد زن رو میگیره و به سمت گوسفندها میبره و به زمین میکوبه. این یک تنبیه برای زنه، تنبیهی که همچنان ادامه داره و توی زندگیش همیشه این تنبیه رو ملاحظه کرده و ادامه داره. زن همچنان شروع میکنه به فحاشی کردن و حرف زدن به مرد و صحبتهای ناسزایی به مرد میکنه و مرد هم اعتنایی به زن نمیکنه و گوسفندها رو پیاده میکنه. مرد کلافه میشه و دوباره شروع میکنه به تنبیه کردن زن. این تنبیه همچنان داره ادامه پیدا میکنه و نمیفهمم که قراره تا کی ادامه پیدا بکنه، ولی میدونم که این تنبیه های پیاپی باعث میشه دل هر کسی به رنج بیاد و بشکنه. زن و مرد دوباره با هم دیگه قراره درگیر بشن. دست زن رو میگیره و میپیچونه. دست مرد خودش درد میگیره و این موجب کلافگی مرد میشه. زن از خانه بیرون میاد. معلوم نیست که چی کار داره، ولی مشخصه که یک فکرهایی در سرش وجود داره. دو تا زن با هم دیگه درگیر میشن. شروع کننده دعوا طبق معمول زن دومه. دوباره دعوا، دوباره درگیری و جدل. مرد برای دفاع از زن اول وارد میشه و زن اول شروع میکنه به گرفتن قابلمه. زن دوم همچنان در حال درگیر شدن و شروع کردن درگیریه. ببینید چطوری با هم دیگه دعوا میکنن. مرد کلافه میشه و به زن دوم حمله میکنه و یه مقدار از آب پات رو روش میریزه. زن از این موضوع کلافه میشه و شروع میکنه به فحاشی کردن. همچنان زن در حال فحاشی کردن. واقعا نمیفهمم این زندگی قراره چطوری با هم همینجوری ادامه پیدا کنه، ولی هر چقدر سریعتر تموم شه به نفع اعضای خانواده. زن اول کاری با هیچ کس نداره و داره کار خودش رو انجام میده. این زن دومه که موجب اختلال و ایجاد نفرت و حسادت بین اعضای خانواده شده. یه ضربه محکم به فیلم بردار. این زن دوم حتی به فیلم بردار هم رحم نمیکنه. یه ضربه محکم دیگه. مرد دوباره کلافه شده. مرد مقداری سیمان رو با هم دیگه داره قاطی میکنه و اصلا کاری نداره. دو تا زن دوباره با هم دیگه درگیر میشن و مرد برای دفاع از زن اول شروع دست به کار میشه. مرد زن رو میگیره و داخل خاک میکنه. کوبیدن زن دوم درون خاک موجب هرس زن شده و این قضیه خیلی مرد رو ناراحت کرد و باعث شد با یه تیکه شلنگ ضربه های پیاپی به زن بزنه. واقعا نمیفهمم این درگیری قراره تا کی ادامه پیدا بکنه، ولی هر چقدر سریعتر تمام شه به نفع کل اعضای خانواده است. مرد دوباره دست به کار میشه و شروع میکنه به بنایی کردن. زن دوم و اول دوباره با هم دیگه درگیر میشن و شروع کننده درگیری طبق معمول زن دومه.
مرد همچنان داره به کار خودش ادامه میده و اعتنایی به درگیری نمیکنه. دو تا زن دوباره با هم دیگه درگیر میشن. مرد دست از کار میکشه و میره یک تنبیه حسابی از زن دوم بکنه. زن دوم بازم دوباره شروع میکنه به فحاشی کردن و مرد مجبور میشه یه تیکه تسمه رو برداره و به سمتش پرتاب بکنه که شاید این قضیه باعث بشه که زن از صحبتایی که میکنه دست برداره. مرد دوباره کلافه میشه و شروع میکنه به زدن زن دوم. یه ضربه محکم. این بدرفتاری ها قرار نیست تمام بشه و نمیفهمم که قراره تا که ادامه پیدا بکنه. یه ضربه محکم. زن شروع میکنه به پرتاب سنگ به سمت مرد. یه ضربه محکم دیگه. این همه هرس، این همه خشم از کجا میاد واقعا اطلاعی ندارم، ولی قطعا از جای خوبی سر نشأت گرفته نمیشه. دو تا زن با هم دیگه دوباره در حال درگیری هستن. زن اول در حال صحبت کردن با مرد هستش. فکر نکنم زن دوم از این بابت زیاد خوشحال باشه، ولی این موضوع باعث حسادت شده. دو تا زن دوباره با هم دیگه درگیر میشن. مرد امکان پیاده شدن از ماشین رو نداره، ولی به هر نحوی که شده از ماشین پیاده میشه و زن دوم رو تهدید میکنه که اگه به رفتارش ادامه بده موجب درگیری و موجب تنبیه اون میشه. مرد با ماشین روی زن دوم میره و زن دوم زن اول رو زیر ماشین هول میده. زن اول از این موضوع خیلی ناراحته و مرد برای دفاع از زن اول پیاده میشه و احتمال زیاد یک تنبیه بزرگی رو برای زن دوم در نظر میگیره. ضربه های پیاپی و محکم. مرد دست زن رو پیچ میده و به زمینش میکوبه. این درگیری ها همش ادامه دارن. زن دردش میگیره و خودش رو به زمین میزنه و شروع میکنه به گریه کردن و مرد هم هیچ اعتنایی نمیکنه و زن اول هم داره از این موضوع اظهار خوشایندی میکنه. زن دوم حمله میکنه به فیلم. اون به هیچ کس حتی رحم نمیکنه. زن دوم که همه چیز رو از چشم زن اول میبینه بهش حمله میکنه و این حمله ها همچنان با هم دیگه ادامه دارن. دو تا زن همچنان با هم دیگه درگیر هستن. زن دوم به فیلم بردار هم رحم نمیکنه و بهش حمله میکنه. ضربه های پیاپی که از سمت زن دوم از زن اول دریافت میکنه موجب هرس و اعصاب خوردی زن دوم میشه و زن دوم چوب رو از دست زن اول میگیره و به سمتش پرتاب میکنه. حالا دوباره زن دوم به فیلم بردار هم حمله میکنه. زن اول داره تلاش میکنه که چوب رو از دستش بگیره، ولی زن دوم با تلاش فراوان این چوب رو از دستش میگیره و پرت میکنه. مرد شروع میکنه به زدن زن دوم.
زن دوم هم شروع میکنه به فحاشی کردن. مرد و زن با هم دیگه درگیر هستن و مرد از این موضوع کلافه میشه و زن رو هول میده. مرد از این موضوع کلافه میشه و زن رو هول میده. بهش میگه که دیگه کافیه. بازم دوباره دو تا زن با هم دیگه درگیر میشن. زن دوم شروع میکنه به تهدید کردن و ابراز انزجار به سمت زن اول. اون همه رنج ها و مشکلاتش رو از چشم زن اول میبینه و این قضیه باعث شده که کلی بخل و کینه داخل ذهنش لانه ببنده. مرد به بچه کمک میکنه که وارد وانت بشه. زن دوم که شروع میکنه به حمله کردن به فیلم بردار موجب کلافگی مرد میشه و مرد هم درس بزرگی بهش میده. زن شروع میکنه بازم دوباره حمله کردن به فیلم بردار. این موضوع بازم باعث میشه که مرد کلافه بشه و با دمپایی حمله کنه به زن دوم و این قضیه باعث میشه که کلی درد بگیره دستش. این هم یه ضربه محکم برای ادب کردن زن که دیگه رفتاراشو تکرار نکنه. یه ضربه محکم بزن. زن میخواد مقابله کنه ولی خب زورش نمیرسه. بازم درگیری و نزاع توی این خانواده ادامه داره. واقعا نمیفهمم این قضیه قرار تا کی طول بکشه. درگیری ها همچنان ادامه داره. زن اول داره به مرد کمک میکنه که وسایل رو از وانت پیاده کنه. زن دوم از این بابت خوشحال نیست و این باعث حسادتش شده و شروع میکنه بازم حمله کردن به زن اول. این موضوع باعث کلافگی مرد میشه و مرد هم شروع میکنه به تنبیه کردن زن دوم. بهش میگه برو عقب وگرنه بازم دوباره تنبیه میشه. اون یک استانبولیا رو بر میداره و بهش میگه که بره عقب وگرنه این رو توی سرش میکنه. لباس داره افسانه خانم. زن دوباره شروع میکنه به حمله کردن به فیلم بردار. مرد از این موضوع کلافه میشه و شروع میکنه به تنبیه کردنش. اون حمله میکنه به زن اول. شروع میکنه به حمله کردن به زن و کوبیدن یک دمپایی روی سرش. این کار از حرص زیاد مرد سرنشأت میگیره. زن از این موضوع ناراحته و حسابی شروع میکنه به گریه کردن. بخل و کینه و حسد سر تا سر این زن و وجودش رو گرفته. مرد حسابی عصبانیه. دو تا زن دوباره با هم دیگه درگیر میشن. مرد از این موضوع ناراحته و یه مشت محکم به سمت سر زن میکوبه. مرد دمپایشو در میاره و میخواد شروع بکنه به ضربه زدن به زن. زن اول بار داره و این موضوع موجب نگرانی مرد شده که مبادا زن دوم بهش آسیبی وارد بکنه. مرد به زن میگه که دور بشه.
دیوونه ران زن پشت در گیر کرده و به اعضای خانواده میگه که در رو باز بکنه و شروع میکنه به فحاشی کردن و این موضوع موجب کلافگی مرد شده و تلاش میکنه که زن رو از سمت منزل دور بکنه. کثافت جمع خونه چه قاعدة چه خانم سرکو وای قیافه اچ بیره دیگه قاعدة چه خانم تا کثافت که تبرو خدالت چه وای قیافه زن شروع میکنه به فحاشی کردن و در این حال داره بچه رو نگهداری میکنه. زن واقعا از این که توی این زندگی قرار گرفته خیلی ناراحته. زن شروع میکنه به بردن غذا و دزدیدن غذا و این موضوع باعث ناراحتی مرد و زن اول شده که زن دوم میاد و از شدت گرسنگی از سفره اون غذا برمی‌داره و میدزده. تمامی اعضای خانواده دور سفره نشستن و در حال خوردن غذا هستن و زن دوم هم همچنان دنبال جدل و درگیریه. زن دوم نشسته و شروع کرده با مرد بحث و جدل کردن. مرد بهش دستور میده که بدش، اگه ندی این نمدکدان رو روی سرش میکوبه. بهش گفته که این تخم مرغ که برداشتی رو باید پس بدی. دست زن رو گرفته و بهش میگه اون تخم مرغ رو پس بده. زن عاقبت تسلیم میشه و میخواد فاصله بگیره. بعضی خانواده در حال خوردن غذا هستند و هیچ اعتنایی به زن نمیکنند. زن شروع میکنه به تهدید کردن مرد. مرد هم هیچ اعتنایی نمیکنه و شروع میکنه به غذا خوردن. حالا دیگه کلافه شده. بلند میشه که یک ادب حسابی سمت مرد زن بکنه. مرد حسابی کلافه شده از صحبتایی که زن داره میکنه و گفته بهش که زودتر اینجا رو ترک بکنه وگرنه با کمک این بیل روی سرش میکوبه و موجب آسیب دیدن اون میشه. زن همچنان شروع میکنه به فحاشی ولی مرد امتناعی نمیکنه و همچنان داره تنبیهش میکنه. مرد زن رو از روی صندلی به زمین میکوبه. مرد از اینکه زن زیادی داره حرف میزنه ناراحته و یک ضربه محکم روی سرش میکنه. زن همچنان شروع میکنه به فحاشی کردن و حرف زدن به سمت مرد و مرد از این موضوع خیلی ناراحته. میبینید که بحث و جدل همچنان ادامه داره و این تنش خانوادگی هیچ وقت قرار نیست پایان بیاره. زن دوم میخواد شروع بکنه به حمله کردن به زن اول. ولی مرد از این قضیه جلوگیری میکنه. زن دوم میخواد بازم دوباره حمله کنه ولی مرد جلوش رو میگیره. مرد دوباره زن رو میگیره و به زمینش میکنه و یک لگد محکم دوباره نثارش میکنه. زن از این موضوع ناراحته و دوباره شروع میکنه به فحاشی کردن به سمت مرد. مرد هم شروع میکنه به شلوارش رو تکون دادن. زن از این موضوع خیلی ناراحت و رنجوره. دوباره زن و مرد با هم دیگه درگیر میشن. مرد شروع میکنه به هول دادن زن و اون رو از سکو پرت کرد کنه.
زن همچنان شروع میکنه به فحاشی کردن به سمت مرد. زن یک وسیله رو به سمت در خانه پرتاب میکنه. این قضیه موجب ناراحتی مرد میشه و مرد هم همون وسیله رو به سمت خودش پرتاب میکنه. مرد دوباره یک کفش برمیداره و به سمت زن پرتاب میکنه و درست به هدف برخورد میکنه. دوتا مرد از این موضوع کلافه میشن. این موضوع موجب کلافگی زن دوم شده و این قضیه دیگه داره از بیخ ادامه پیدا میکنه. اون شروع میکنه به گریه کردن چون که دیگه هیچ راهی نداره. اون ناراحت و درمانده روی سکو نشسته و داره گریه میکنه. اون دیگه از شدت عصبانیت حتی به فیلمبردها هم رحم نمیکنه و بهش حمله میکنه. زن اول و دوم همچنان طبق معمول دچار درگیری با هم دیگه هستن. زن دوم دنبال یک بهانه میگرده که درگیری رو دوباره شروع بکنه. اعضای خانواده هیچ اهمیتی بهش نمیدن ولی بازم زن دوم کوتاه نمیاد. مرد شروع میکنه به ادب کردن زن و اون تیکه چوب رو ازش قراره بگیره. این درگیری و نزاع قرار نیست همینجوری به آسانی پایان بیابه و این موضوع موجب ناراحتی میشه. یه تیکه سنگ رو پرتاب میکنه و سمت مرد روانه میکنه. زن یه ضربه سمت زن اول پرتاب دو تا زن دوباره با هم دیگه درگیر میشن و زن دوم غالبه و شروع میکنه به ضربه زدن به سمت زن اول و این قضیه موجب ناراحتی مرد میشه قطعا و این همچنان ادامه داره. دو تا زن همچنان با هم دیگه درگیرن. مرد زن دوم یک دمپایی رو به سمت فیلمبردار پرتاب میکنه. اون حسابی از این قضیه ناراحت شده و باعث میشه که زن اول شروع بکنه به دفاع کردن. زن دوم بهش میگه که گوشی رو پس بده ولی اون اعتنایی نمیکنه. اون حسابی از فیلمبردار ناراحته. یه ضربه محکم به سمت فیلمبردار. اون دوباره به سمت زن اول میره و با هم دیگه شروع میکنن به درگیری. همچنان درگیری و نزاع توی این خانواده عادیه و ادامه دارن پیدا میکنن. اون شروع میکنه به سمت فیلمبردار یک تیکه دمپایی پرت کردن. دو تا زن همچنان میخوان با هم دیگه درگیر بشن. چشم تو چشم روبروی هم دیگه. درگیری آغاز پیدا میشه. همچنان دو تا زن با هم دیگه درگیر هستن. زن اول زن دوم رو به عقب می‌بره. زن دوم شروع میکنه به برداشتن وسایل از توی یخچال زن اول و این موضوع باعث رنجش و ناراحتی زن اول شده. زن اول از اینکه هیچی از دستش نمیاد خیلی ناراحت و رنجوره. زن دوم شروع میکنه به تهدید کردن زن اول با چاقو. مرد از این موضوع خبردار میشه و شروع میکنه به تهدید کردن زن دوم. یک بیل گرفته دستش و زن رو تهدید میکنه که اگه به حرفش گوش نده شروع میکنه به ضربه زدن به کمک این بیل.
یه ضربه محکم به سمت زن. زن دوم فرار میکنه و از خانه بیرون میره. مرد در رو روش میبنده ولی زن وارد میشه دوباره. مرد شروع میکنه به پرتاب سنگ به سمت زن. یا تو یا نما بگو برادر تاش نو تو له کورا یعنی تک است دیگه زار دو تا زن همچنان با هم دیگه درگیر هستند و شروع کردن به جدل و درگیری بین هم دیگه. زن دوم زن اول رو هول میده به سمت عقب. مرد از این موضوع ناراحته. یه تیکه شاخه درخت دستش گرفته و میخواد زن رو تنبیه کنه و زن از ترس این موضوع وارد خانه شده. مرد یه تیکه سیخ پشت در میذاره و زن رو داخل خانه زندانی میکنه. زن خارج میشه و این موضوع موجب عصبانیت و کینه مرد شده. یه ضربه محکم به سمت زن و این موضوع موجب درد و ناراحتی زن دوم میشه. زن هم از شدت کلافگی یه تیکه سنگ به سمت مرد پرتاب میکنه. این موضوع موجب ترس زن شده و مبادا از اینکه یک تنبیه بزرگ در انتظارش باشه فرار میکنه. مرد ساک زن رو به سمتش پرتاب میکنه و بهش میگه که از زندگی بره بیرون. زن اعتنایی نمیکنه. ضربه های پیاپی از سمت مرد دریافت میشه و به زن زده میشه. زن از شدت درد روی زمین افتاده و شروع میکنه به گریه کردن. دوباره زن به مرد حمله میکنه و این موضوع موجب ناراحتی زن میشه. مرد میشه. ضربه های پیاپی به سمت زن. واقعا این مرد حسابی از این موضوع کلافه شده. گریه بدون هیچ چاره‌ای جز گریه کردن نداره و غیر از گریه کردن هیچ چاره‌ای نداره این زن.